aşk sana geldim. Al yine büyüt beni, ninni masallarla dizlerinde uyut beni. Ey aşk vurur musun, kor gibi durur musun? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana, feryadımı duyar mısın? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana, feryadımı duyar mısın? ширкати софсавдо доруҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас доруҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин, агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, бақувват кардани мардонагӣ, доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба садҳо дард даво дорад пешниҳод менамоянд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. علی قدریه مادر؟ علی لطفا کمک کن. تنها تو هستی که میتونی او را نجات بدی بچه. چی شده قدریه مادر؟ سونا رو بیادرش میخواه از بین ببره. هنوز خانواده‌ات نامده خان صاحب؟ نه خیر، چند دقیقه بعد خواهد رسیدن. بذار اگه بیای نام تو رو دیدن همه تانه. یا چرا این کارو میکنی؟ امر کردن که تو رو از بین ببرم. زهرا زهرا زهرا
بیادر اینا را ندیدن؟ اینجا آماده بودن. بله چند دقیقه پیش هم اینجا بودن. زهرا؟ زهرا! مانیکا! زهرا استاد شو! زهرا! زهرا استاد شو! زهرا! زهرا استاد شو! زهرا! زهرا! زهرا استاد شو! تو با اون چی کار داری؟ اینای کن! او دختر مسئله دیدی؟ احمق! زهرا استاد شو! زهرا استاد شو! استاد جان همونجا استاد باش، تکان نخوری جانم. ندرس، درست است. تو را از اون نجات میدم، هر دوی ما یک جا خانه میریم. استاد ملکه آرام باش، من پیشت میایم. درست است، در نشانی قدم های پیشت میایم، نترس. استاد لطفاً آسیا؟ آسیا؟ استاد لطفاً نیایید. استاد ملکه نیایید لطفاً. آسیا؟ کسی هست که به ما کمک کنه؟ آقا آزاد! آقا آزاد! آقا آزاد استاد ملکه سر ما این پای مانده. پس میایم. تو احمق کیستی؟ جواب بده. بگو نمیکشمت. مرا قدیم خان روان کرده، گفت کارش ختم کن. من متوجه نمیشم. از کدام احمق خود مواظبت کرده که از تو کنه؟
نه تو من قدیم مانی مشکل میتونه بچه زهرا قازان آزاد متوجه باش. با یادداری کجا قدم مانده بودی؟ نمیفهمم. من چند دقیقه پیش قدم های زهرا را تعقیب کرده تا اینجا آمدم. تکان نخور، آرام باش. وزنت ثابت نگاه کن. اگه اینجا ماین می بود باز گل سبز نمیکرد. در جایی که ماین باشه گل سبز نمیکنه. خان صاحب تار سرخ ما خلاص شده. با ما چرا میگی؟ برو با سرکارگر بگو. سرکارگر بیرون رفته. برو با هر کی میگی بگو. صبر کده نتونستم. کدام خبری است؟ هیچ خبر نیست. مادرمشان حتما به قصر رسیدن. تا حال باید یک خبر خو میرسید. حتما موفق نشده احمق. اگر جمال همه چیز با مادرم بگویه باز. این قسم یک کار نخواد شد قدیم. فردا بخیر جنازه بیادرتم میخوانی. قازان متوجه باشید. فکر میکنم اینجا ماین فرش نکردن. فقط لاین دوانی کردن. آزاد متوجه باش. قازان اما چطور شد پدر؟ چطور تانستین که بیرون شوین؟ گفته بودم هر وقت بخوایم پدرت از زندان بیرون میکنم. نگفته بودم؟ بچه مادر خواهرت چطور هستن؟ خوب هستن؟ کدام مشکل خونه دارن؟ تشویش نکنین پدر، ما خوب هستیم. من متوجهشان میباشم. شیر بچه من، شیر من. تو خوب هستی؟ سرم کم دور میخوره اما خوب هستم. تکان نخور. از اینجا با هم بیرون میشه. خدایا کمک ما کن. تعادلت حفظ کن. درست است؟
چرا اینقدر طول کشید؟ شاید به خاطر غذا ناوقت کردن. جمال؟ من اول زهرا را بیرون میکنم، بعد از او آمده تو را نجات میدم. درست است؟ نه خیر، تو زهرا را بگو از اینجا برو. با فکر من نباش. نه خیر، تحمل کردم میتونی اما تو نیست. بیا که بریم. بیا زهرا. از این طرف. بچه مادر خواهرت پیش تو امانت هستن، متوجه اونا باش، مرا پریشان نسازی. تشویش نکنین پدر، به خاطر اونا هر کاری که لازم باشه انجام میدم. شیر ما بچه. اگر پیشنهاد ما قبول کرده در گروه ما شامل شوی، میتونم کار کنم که پدرت هر شب خانه بیایه. تصمیم به دست خودت است. وقت دا اومدن دیر کردی، بسیار به تشویش شدم. من خوب هستم، اما شما تشویش نکنین. نه باید همراهتان گپ میزنم. دستت چی شده جمال؟ چیزی نیست. جمال کرمانی باید همراه ما بیاید. مادر، یک گپ بسیار مهمه باید برتون بگویم. چی شده؟ بچه مرا کجا میبری؟ یک مجرم شدیداً زخمی ساخته. نه خیر، این حقیقت نیست. نه، تمامش کار او است. تمامش قدیم انجام داده. کار او است مادر. تمامش کار او است مادر. کلش او کده. میایم ملکه، تحمل کن. آماده استی سونا؟ زهرا، حالا دیگه بیا که از اینجا بریم. الهیم کو، من نمیخوایم امرای تو جای برم. چرا نمیفهمی؟ زهرا آسیا، از او دور باش. نمیخوایم قلبت بشکنانم. از دختر دور باش. خودت شنیدی که نمیخوای امرای تو بره آسیا. اگه تو ذهنش مخشوش نسازی میره. اما حالا خلاص شد. نه خیر، بیا که بریم زهرا. الهیم کو، من نمیخوایم امرای تو برم. حالا پلیس میرسه. بیا که بریم. باید از اینجا بریم. عجله کن زهرا. گفتم الهیم کو، دست به اله کو. دوباره پیشت میایم.
مادر ما میریم. امرای دخترت خداحافظی نمی کنی؟ بچیم یک بار پیش پدرت برو. وضعیتش هیچ خوب نیست. امرایش کم گپ بزن. برو. آزاد خان تو مداخله نکن، ما به قماندان خبر دادیم. اما زیاد تحمل کردن نمیتونم. بس خداوند براتان کمک کنه. خداوندا تو استاد ملکه و قازاد نجات بده. ملکه آره ما کوشش میکنم ای آهن از سر ماین بارم. بعد از او سنگ آیسته آیسته گرفته با جای تو سر ماین میمونم. نمیشه، این کار بسیار خطرناک است. ملکه قسم زیاد تحمل کردم. نمیتونم تو رو در خطر بندازم. در مرگ و زندگی باید با هم باشیم. آره مشکل ترین بخش کار است. آماده هستی؟ آماده است. آماده است مادر. پس لازم نیست منتظر باشی. علی دخترم برو جان خدا نجات بده. مادر دخترم بچه بریم بخیر بریم. بریم سونا. آره سنگ آیسته آیسته تلا میکنم. از 1 تا 3 شمار میکنم. در این زمان تو پایت دور میکنی و به جای تو سنگم میمانم. درست است. راحت باش. 1 2 آزاد صبر کن. نمیتونم آزاد.
آقا سمی، صحت خانمتان رو به بهبود است. خدا را هزار بار شکر. ما او را دیدم میتونم دکتر. چند دقیقه بعد. هنوز وضعیتشان قدر خوب نیست. باید از حرفهای هیجانی و پریشان کننده برش چیزی نگوین. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب، زنده باشی. بازم شفا باشه. خدا را شکر که دوباره خانم ما به ما دادی. خدایا شکر، هزار بار شکر میکنم که به ما خانم ما دادی. شکر. اگه از اینجا نجات پیدا کنیم عروسی میکنیم. امرای ما عروسی میکنی؟ اگه عروسی کنیم یک عمر با هم بوده میتونیم. اگر نجات پیدا نکنیم در آخرت با هم یک جا می باشیم. میتونیم. درست است. از اینجا نجات میافیم. نجات میافیم. بعداً عروسی میکنیم. وقت سه گفتم. یک، دو، سه. خب عروسی میکنیم؟ بله. زهرا ما عروسی میکنیم. در خانه کسی نیست مادر. خب هدیه کجاست؟ نمیفهمم. شاید پیش برفین رفته باشه. مادر دیشب جمال در تلفن برام گفت که بالای قدیم باور نکنه. جمال چطور درباره قدیم خانه قسم گپا را گفته میتونه؟ نمیفهمم اما خبر میشم. مادرم زنگ زدم. زود جواب بده. جواب بده. بله مادر جان. در شرکت هستی قدیم؟ در شرکت هستی مادر جان. ادیام اینجا امرایم است. چی شد؟ شما به زندان رفته بودین مادر جان؟ جمال بیادرم خوب بود؟ زود باش به قصر بیا. میخوایم امرای تو گپ بزنم. چی گفتن؟ گفتن زود به قصر بیا.
جانان. مرا چی شده؟ وقتی طرف آرمانی میرفته حادثه ترافیکی کردیم. کجاستیم؟ ده هارمالی هستیم. بله ده هارمالی هستیم. ملکه دخترم کجاست؟ در بیرون منتظر است. او از حادثه خبر نداره. او را زود اینجا بخواهی سمی. باید قبل از اینکه از دنیا برون با او گپ بزنم. من نمیخوایم با این گناه بمانم. من حساب این کاری خودت در آخرت داده نمیتونم سمی. دخترم باید این را بفهمه. او را اینجا بیار لطفا. حتی با فکر مام نمیگشت که اونجا بالای ما این پای خدا بانم. ایرام گذشتاندم خدا را شکر. به نظرتان پلیس مادر ما پیدا خواهد کرد؟ امکان داره. بهترین راهش همی است. اما ما میخوایم که او خوب باشه. هرچی نباشه مادرم است. راست میگی. بریم دیگه که خستگی خود را رفع کنیم ملکه. ما کجا میریم؟ راز است. پدر ما به دکان رساند مادر. خوب کردی. آفرین بچیم. سونا آماده هستی که بریم؟ لعنتی. مادر سونا کجاست؟ مادر سونا کجاست؟ وقتی برآمد او را ندیدین؟ از کجا مبرای بچیم؟ در اتاقش باید باشه. نیکه نیست. اوف مادر اوف. حساب ای کارتان نخواد داده. خدا کنه که فرار کرده باشه. تشویش نکن سونا. با تو یک جای میریم که بسیار امن است. کسی ما را پیدا نخواد کرد. من تا دم مرگ همراهت هستم علی. صبر کن. بله. خب چند دقیقه بعد میرسم. با بسیار زودی میرسم. درست است. در روی سرک هستم. کسی ما را خواد دید. خداحافظ. باز میبینیم. بریم. هنوز نان نخوردم. تو کجا میری؟ درست است. زود پس میایم. زیاد دور نری زهرا. اینجا بسیار یک مکان زیبا است. اما تراس بسیار وقت میشد اینجا آمده بودم. زهرا را ببین ملکه.
در یک دستش خوردنی امرای دیگه شم گلا را جمع میکنه و ساتیری میکنه. امروز آسیه زهرا را بسیار خفه ساخت. چه کنیم دیگه ملکه؟ یعنی حق انتخاب خانواده را نداریم. اما هم سر خود انتخاب کردم میتونیم. بسیار وقت میشه که را در جیب خود نگاه میکنم. میشه که همراهیم کمک کنی؟ بیا نزدیک بیا. هیچ فکرش نمیکردم که لحظه در زندگیم خواهد اومد. من خود فکرشم نمیکردم که لحظه در زندگیم بیاید. ماما تو ملکه، انسان همیشه به خواست خود عروسی میکنه. در دوران طفولیتم تو را دیدم، همیشه تو در فکر و حواسم بودی. میشه که خوابای مرا به حقیقت تبدیل کنی؟ امرای معروسی میکنی؟ بله. دستان میلرزم ملکه، میشه خودت دهن گوشت کنی؟ خودم کار کنم؟ ای قسم درست شد؟ بله. صحیح شد. پیش از نامزدی عروسی کردی، من گوشت را در دست چپت کردی. استاد ملکه، گل عروسی دارم از طرف من. تشکر میکنم. خدا را شکر که بخیر گذاشتم. انگشتر رو مدیدی؟ بله بسیار نابود است. کباب نساخته باشه. سونا میبخشید. برو بچه برو. موضوعی که در بین تو و جمال است چی است قدیم؟ مادر کدام موضوع را میگین؟ جمال بیادرم است. تو چیز را پنهان میکنی قدیم؟ مادر ما کی گفته که بین قدیم و جمال بیادر کدام گپ است؟ نیک جمال چیزی گفته؟ میخواست بگویه که او را گرفته بردن. گفتن که همراه کسی دیگه در زندان جنگ کرده. از او خاطر او را در اتاق انفرادی قید کردن. جانم با خانه میریم و امرای کلگی گپ میزنیم ملک. من با مادرمشان زنگ میزنم. درست است. بسیار زود آمادگی ها را میگیریم. چی گفتی؟ درست است. خوب است. خب شما چی وقت عروسی خواد کردین؟ زهرا جان سر خود داخل موتر ببر.
شیشه رام بالا کن. میخوایم که هرچی زودتر نکاح کنیم. درست است. من دیگه میرم. درست است، تو برو. خداحافظ. خداحافظ. بسیار دوست دارم. بسیار دختر خوب است. پیش از این که محافظین جمال از اونجا ببرن، او نام تو را بر ما گرفت قدیم. گفت که ای همه از دست بیادرم شدن. ای چی ما نامیته؟ قدیم چی کدم میتونم مادر جان؟ به نظر من جمال بیادر اصلا نمیفهمه که چی میگه. از تو نپرسیدیم هدیه. جواب بده قدیم. برم بگو بین تو و جمال بیادرت چی رخ داده؟ اوف مادر بس است. چند روز پیش از اینکه بیادرم دستگیری شوه میخواست که کاربار را در دست خود بگیرم. ما قبول نکردم. گفتم بعد از قدر وقت مشتریا تو را نمیشناسن، کارگرای ما تو را نمیشناسن. گفتم قسم ضرر خود کردیم، با هم جنجال کردیم. دیگه؟ بعدش دستگیر شده به زندان رفت. ما پشیمان شدم. کاش که گپ او را قبول میکردم. یعنی تمامش به خاطر همی بوده؟ از همین خاطر جمال گوگه بالای قدیم باور نکنه؟ نه خیر، باور نمیکنم. حتما کدام گپ دیگه است. تو باید بفهمی که قدیم براتان شکارایی کرد از زمرد. وقتی جمال نبود قدیم هم رایتان بود. مثل کاکانی، مثل پدر از اولادایت مواظبت کرد. هر مشکلی که داشتین براتان حل میکرد. وقتی را مقصر گفتی مرا بسیار خفه ساختی. بهترین تصمیم گرفتین که اینجا آمدین اولادا. هر قدر درست باشی با فرار همگی مخالفت میشن. چطور خواد شد استاد؟ ما چی خواد کردیم؟ بیادار پدرم دیگه مرا نمیبخشن. اگه لازم باشه امرای پدرت گپ میزنم. کشتن یک انسان مثل از بین بردن تمام مخلوقات میباشه دخترم. خدا را شکر که تا امروز در بسیاری مسائل کامیاب شدیم. انشالله ای بار کامیاب میشیم. اولادای ما باید ای بار بسیار با دقت عمل کنیم. علی تو باید فراموش کنی که سونا در اینجاست. تا کل چیز خوب نشده اصلا هم دیگر را دیدن نمیتونین. فهمیدین؟ اصلا. بله. مادر خدا را شکر صحیح و سالم برگشتیم. طرف خانه میاییم. درست است مادر جان، درست است. باز میبینیم. خداحافظ. آقا آزاد، اگه نوجین مادر کلان بازم عروسی را قبول نکنه یا بازم سر صدا کنه، باز وقت چی خواد کردین؟ دعا میکنم والله که سر و صدا نکنه. چی کنم دیگه؟ علی؟ شیر بچه چی میکنی؟ در شفاخانه بسیار خسته شدم. گفتم کم بیرون برو ما قدم بزنم. زهرا؟ یعنی که تو رو پیدا کردن ها؟ چطور هستی؟ خوب هستی؟ خوب هستم علی، زنده باشی. بالا شو بیادر، بالا شو. آفرین. کمربند خدا بسته کو علی. یعنی که تو امرای آزاد عروسی میکنی؟ خب پس بالای آزاد کاملا اعتماد داری؟ اعتماد داشتن دیگه چیز از فاطمه خواهر. امروز نزدیک بود که یک جای بمیریم. دوران از این گپ خبر داره؟ نه خیر، هنوز نمیفهمم. اما زود خبر خود شد.
ما میرم از دیگه خبر میگیرم. باشه ما محاسب هستم چطور؟ ها؟ ایره با منه با محاسب ببر زود باش. هنوزم کار یاد نگرفتین ملکه؟ سلام دوران، وقت داری؟ مزاحم خانه استم؟ نه خیر خواهش میکنم، البته که وقت دارم، بفرما. میخوایم برات چیزی را بگویم دوران. درست است. خدا را شکر زهرا را پیدا کردیم. کاملا قسمه که فکر کرده بودیم. او آسیا نامش آیسل است. زهرا را فریب داده و ای را قانع ساخته که همراهش بره. خب چی شد؟ او زن دستگیر کردین یا نه؟ نه خیر، اما پلیس در جستجویش است. امروز یا فردا پیدایش میکنن. راستش میخوایم یک گپ براتان بگویم مادر کلان، یعنی به تمامتان. مادر چرا گریه میکنه؟ نه که به خاطر پدرم است. شما امروز به دیدنش نرفته بودین؟ رفته بودیم، اما هنوزم رش گپ نزده بودیم که محافظین او را دوباره از پیش ما بردن. او را در اتاق انفرادی انداختن برای 15 روز. چرا؟ همراه کس جنگ کرده بچه. پدرم چرا همراه کسی جنگ کنم مادر؟ بر صورت خدا خسته نسازین. آره من به اونجا میرم، کش میکنم همراهشان گپ بزنم و ببینم که چی مشکل داشتن. درست است؟ خب ما رفتم. آزاد صبر کو بچه، ما همراهت میم. بیادرم در زندان باشه ما در اینجا راحت بوده نمیتونم. درست است کاکا، بیاین. خداحافظ. زهرا تو استاد باش. خوش آمدی. خوش باشی. میبخشی که ترا منتظر ماندم. مالکه ای قسم نگو، ما در تمام عمر منتظرت بوده میتونم. 5 دقیقه 10 دقیقه هیچ چیزی نیست. بشی لطفا. چیزی می نوشی؟ تشکر، فعلا چیز نمی نوشم. خوب است. از اینکه زهرا پیدا شد بسیار خوش شدم. پلیس او را پیدا کرد؟ نه خیر، همراه آزاد یک جا او را پیدا کردیم. خوب است. همین که زهرا خوب باشه دیگهش مهم نیست. راستش ما و زهرا یک خطر بزرگ سپری کردیم. اگه آزاد نمی بود از بین رفته بودیم. دوران ما و آزاد ملکه ای که آزاد چی کده هیچ دقیقش نیستم. اگه در اونجا ما می بودم باز بدونی که فکر میکردم با خاطر هر دویتان جان خودم میدادم. ما و آزاد عروسی میکنیم دوران.
برم بگو او زن چرا میخواست را همراه خود از اینجا ببره؟ دختر احمق حتما خودش خواسته کمره او زن فرار کنه. یکی دیگه خود از زیاد خوش داشتن. وقتی که طلا را دزدی میکرد او وقتا هم همراهش بودی؟ نه خیر، قسم میخورم من همراهش نبودم. باور کنین من هیچ وقت دزدی نمیکنم. چرا باید به گپایت باور کنیم ها؟ از زرگر بپرسین، او با پلیس خبر دادا. میفهمه که من این کارا نکردیم. برش گفتم که طلا از نوجین مادر است. گفتم فروخته نمیتونی. خوب است. حالا دیگه برو غذای شب آماده کن. برو. خواست میگه بس خودم بشنم. دوران چند روز بعد موازات در محکمه نکاح خود کردیم. نه خیر جانم، اینقدر ساده نیست ملکه. مادر کلانم اجازه نمیته همراه آزاد عروسی کنی. آزاد خود گفته بود میخواه خان شوه. چی شد؟ او وقت خواه از تو منصرف شده بود. ما بالای آزاد اعتماد دارم. درست است. هر قسمی که شما میخواین. ما هم براتان از خداوند زندگی خوش میخوایم. ما دیگه میرم. ای که گپای مرا گوش کردی و مرا درک کردی بسیار زیاد تشکر. ولی سری اموال خدا آمده که میخوایم اموال طرف شمال روان کنیم. آزاد و اموال انتقال خود داده. خواهش میکنم. خب آمر صاحب، چطور یه اتفاق رخ داده؟ هر دویشون چیزی نگفتن. در زندان ایالات معمول می باشه. کسی به دیگری سلام نمیته و بعضا هم دیگر خوش نمی داشته باشن. باز دیگه ایالات رخ میته. درست است که معمول است، اما پدرم این قسم یک آدم نیست. یعنی بدون کدام علت جنگ نمیکنه. خب پدرم همراه کی جنگ کرد آمر صاحب؟ یک بچه از به نام شموز باجی، یک زندانی جدید است. شموز باجی؟ ای امو شموسه نیست که همراه ما کار میکرد؟ او همراه پدرم چی مشکل داشته میتونه؟ درست است آزاد. چیزی که باید میشد شد آمر صاحب. بعد از این چی خواهد شد؟ تمام شهر دیدم. از همگی پرسیدم، هیچ کس او را ندیده.
حتما همراه بچه کرمانیا فرار کرده. ما هم اول خانه اونا رفتم، اما در روی سرک دیدم که او همراه بیادرش به موتر سوار میشد. این قسم فکر نکو که اونا از چیز خبر ندارن. مهم نیست که پیشش نباشه اما حتما خبر داره. شما ما همراهش گپ زدن نتونستین. خدا میفهمه چی مشکل داره. چرا همراه او آدم جنگ کرده؟ ایرا نفهمیدیم دیگه مادر، اما آمر زندان گفت که تا 2 روز دیگه از اونجا بیرونش میکنن. پیش از این که به زندان بری میخواستی برای ما چیزی بگویی؟ چی میخواستی بگویی؟ بله، ما تصمیم گرفتیم که عروسی کنم. ما میخواستم بگویم که وقتش رسیده. چی یک تصادفه؟ کی از کدام مردم است؟ ما او را میشناسیم یا نه؟ او را میشناسین مادر، بسیار خوب میشناسین. بیادر زاده بگو دیگه، میخوای کی را به اینجا بیاری؟ کی بوده میتونه کاکا؟ استاد ملکه را. خسته نباشین. زود کار کنین. چی میکنین؟ فردا اموال باید به انتقالات آماده باشن. همیشه چند روز وقت بتین خان صاحب. میفهمین که فعلا آماده تسلیمات نیستیم. کاری که برات میگم انجام بده. امشب هیچ کسی خواب نمیشه. فردا کل چیز آماده باشن. درست است خان صاحب. حالا دیگه بچه. خب بخیرت باشه آزاد. دیگه چی بگویم؟ خیری چی هدیه؟ از یه عروسی هیچ خیری نصیب ما نخواد شد. از روزی که او زن اینجا آمده تمام مصیبت ها را همراه خود اینجا آورده. ملکه همراه شما چی کردم مادر؟ کار را که فکر میکرد درست است انجام داده و بس. او کاملا با رسم و رواج ما مخالف است. او دختر بیعقل دایی قصر قدم خود مانده نمیتونه. چرا تونگمیتی؟ وقتی که آزاد به خاطر او استاد میخوای از خان شدن منصرف شوه باز برای ما هم چیزی به گفتن باقی نمیمانه. تو مداخله نکو هدیه. شیر خدا برات نمیبخشم بچم، نمیبخشم. مادر چرا ای گپا میزنن که شیر خدا برات نمیبخشم؟ با عروسی کردن امرای ملکه من از خانواده خود منصرف نمیشم. نه خانواده خود ترک میکنم، نه از سخن سکرمان منصرف میشم و نه از خان شدن منصرف میشم. نوجین مادر. چی گپ است رستم؟ کسی به ملاقات شما آمده. او کجا؟ سونا را در کجا پنهان کرده؟ بسیار هیجانی هستم، از تشویش دیوانه میشم. ما از دست قدم زدن تو اتاکی شدم دخترم. به نظرت آزادم روشن گپ زده باشه؟ خب تا حال دیگه حتما برشان گفته آرام باش. البته که من منتظر تبریکی اونا نیستم، اما نمیخوایم که به خاطر این موضوع آزاد خفه بسازن فاطمه. انشالله دخترم، انشالله. ما درباره پدر مادر خود فکر میکنم. وقت پدرم از این موضوع خبر شوه باز کاملا مثل خانواده آزاد عکس العمل نشان خود داد. اما پدر و مادرم باید در مراسم نکاحی ما باشن. یک بار دیگه با مادرم زنگ میزنم. یک بار زنگ بزن دخترم. ملکه؟ بله دخترم. مادر
شما کجا هستین؟ چی میکنین؟ دخترم برات خو گفتم اجازه نمیتن میگن یک چند شب دگام باشین. پدر جان شما نمیخواین درباره اون نامه برام چیز بگوین؟ حالا دیگه چرا بهانه میکنین پدر؟ بیازو آمدیم بان که ببینیمشان. بسیار خوب فهمیدم. چیزی را که میخواستین بگوین حال از گفتنش منصرف شدین. میخواین بهانه کنین اما درست؟ درست است پدر جان، درست است. مادرم همراهتان است؟ نه خیر دخترم، بقم زدن رفته، برش میگم زنگ زده بودی. میخوایم براتان یک گپ بگویم. میخوای چی بگویی؟ خبر خوش است. ما و آزاد عروسی میکنیم. با مادرمان بگوین و زود بیاین لطفا. آزاد دستایتان بوسیده و میخوای رضایتتان بگیرم. پدر؟ بله پدر. اوه خدا، بخیالم که قطع شد. ما از کجا بفهمیم که دخترتان کجاست؟ آقایان کمی آرام باشین. چطور میتونیم آرام باشیم؟ میفهمم کار او است. دختر ما او گمراه ساخته. علی اگه میفهمی خواهرم کجاست بگو. اگه نه باز چی؟ با کدام جرأت به خانه ما آمدین و ما را تهدید میکنین ها؟ ایره از مانه. از علی بپرسین نوجین مادر. ما درباره هیچ کس چیز نمیفهمم، فهمیدین؟ بیبی علی دروغ نگو بریم. ما چرا باید دروغ بگویم؟ ما میفهمم چطور دهانت باز کنم. با خود بیا. پس برو. بدون اجازه اینجا داخل شدین. ما صدای خود بلند نکردیم. گفتم آرام باشین اما به گپم گوش ندادین. گفتم که شاید کدام مشکل داشته باشین اما میبینم خودتان به مشکل جور کردن اینجا آمدین. تو میخوایی بفهمی که خواهرت در کجاست؟ وقتی که خواهرت همراه یک مرد که همسن پدرت بود عروسی میکردن کجا بودی؟ او وقت چرا از خواهرت مواظبت نکردی؟ حال عقلت به سرت آمده؟ اگر تو متوجه خواهر خود می بودی او وقت خواهرت در خانه تان و پدرم هم همراه ما می بود. پدرم جزای گناه شما را می بینه احمق. با تو آمده در اینجا می خواهی جنجال جور کنی. تو کی هستی که به قصر کرمانی آمده ای قسم داخل میشی؟ ها؟ نه که خانه صاحب نداره. بیادرم همراه دخترتان هیچ کاری نداره. حالا دیگه بچه خود گرفته از اینجا بره. زود باشه. پدر مرا ایلا کنین. اونا ایران ماندن که چی بگوین. بیاین بشینین مادر کام. تو خواب نمیشی؟ هیچ خوابم نمیبره زن. جمال زود از زندان رها خواهد شد. زمرادم گپم مرا نسبت به جمال قبول نکرد. هیچ تشویش نکن. کل چیز دوباره خوب میشه. آزاد امرای ملک عروسی میکنه. بازو وقت دوران خان میشه. جمالم وقتی از زندان بیرون شوه باز کارش تمام میشه. دیگه اجرای نداره. پدر ملکه زنگ زده. نمیفهمی دیگه از ما چی میخوایم.
بله. این مسئله عروسی دیگه از کجا شد؟ ما به هیچ صورت دختر خدا به شما نمیتم. دزم شما چطور اجازه دادین که کار شوه؟ هیچ کسی در قصه دخترت نیست. میفهمی بیاز از وقت که آمده ما یک روز خوش ندیدیم. حال دیگه پش شاهزاده گرفته. با جایی که از ما حساب بپرسی متوجه دختر خود باش. علی، به خاطر سونا زیاد جگرخون شدم. خدا میفهمه فعلا در چی وضعیت است. از خانه پدر خود کده ده یک جای امن زهرا. یعنی تو میفهمی که او در کجا است علی؟ میفهمم. خب پس بگو که در کجا است؟ در خانه استاد ابراهیم است. علی، اگه سونا فرار نمیکرد پس رو از بین میبردن نه؟ میخواستن ای کار کنن اما حالا نمیتونن. تا که من زنده هستم هیچ کسی کار کردن نمیتونه. از او خاطر تو هم تشویش نکن. مادر آماده میتونم؟ آها. چرا مادر؟ چرا شما مانع آزاد نشدین؟ چرا هیچ چیز نگفتین مادر؟ اگه جواب رد میدادم باز او وقت آزاده کاملا از دست میدادیم. گپ ما رو گوش نمیکرد همه تو نیست؟ جمال من نه او پیدا کرده بودم که دوباره از دست دادمش. اما تحمل از دست دادن آزاده ندارم. اما حالا چی کنیم مادر؟ اجازه بدیم کمره او استاد عروسی کنم مادر. نمیفهمم. چی میکردن دیگه؟ هیچ کسی از این موضوع خوش نشد. تو همراه پدرت گپ زدی؟ پدر ما وقت خبر شد دیگه هیچ گپ نزد. فکر کردم که قلبش استاد شده. راستش ملکه، دلشان هر کاری که میکنن. ما فردا میایم و اردوی ما میریم کارهای نکای خودش شروع میکنیم. درست است؟ میخوایم که یک گپ دیگر هم ازت بپرسم. تو خونه میخوایی در خانه زندگی کنی اما تو نیست؟ حالا دیگه باید چی کنیم؟ در کجا باشیم؟ ما خانه خود بسیار زیاد دوست دارم. از روزی که به اینجا آمدیم بسیار زیاد راحت هستم آزاد. نمیشه که بعد از عروسی ده اینجا زندگی کنیم؟ صاحب خانه کم مشکل ایجاد خود کرده ما همراهش گپ میزنیم. خب درست از گپ میزنیم. تو تشویش نکن، یک کار خاط کردیم. خوب است. شب بخیر. دوران شنیدم. تبریک باشه. زنده باشی. تو کجا بودی؟ در کارخانه بودم. فردا به شمال اموال خود انتقال میتیم. همراه کارگرا اونا رو تا موتر جابجا میکردیم. کارگرا بی از او تصاب کار میکنن. ما آمدم که چند دقیقه استراحت کنم باز پس میرم. بسیار خسته شدی. ما فردا به جای تو میرفتم اما نه خیر آزاد. تو فردا کارهای نکای خدا باید انجام بدی. بسیار کار داری. تشویش نکن، من متوجه میباشم.
درست است، سلامت شب باش. بخیر. شب بخیر. استاد ملکه، خدایا تو مهربان ترین مهربان ها هستی. تو به همه چیز قادر هستی. لطفا استاد ملکه و آقا آزاد از تمام بدی ها نجات بده. لطفا بله دوران. دجا بجا کدن اموال به نظرم دستم برآمده. حرکت دادن نمیتونمش. آزاد تو هم یالی یک بار زود شو اینجا بیا. در خانه کسی خبر نشه. باز به تشویش خود شدن. درست است؟ درست است. من هم یالم میایم. خداحافظ. دستبندت بسیار مقبول است خان صاحب. چی کدی مایی را بدام آوردی یا نه؟ میایا تو مال آوردی؟ تمامش اینجاست. اگه ایرم رای آزاد ببینن او را به زندان مندازن. باز به سادگی بیرون شدن نمیتونن. با پلیس تو زنگ میزنی یا که من خبرشون کنم؟ کار تو دیگه تمام است سوری.
بعد از تو مداخله نمی کنی. بسیار خوب، با خیر بگذره. با اجازت من دیگه میرم. صبح بخیر زهرا. صبح بخیر آقا آزاد. خسته نباشی. تشکر. بعد دیدن استاد ملکه میرین؟ بله، اما پیش از او یک کار دیگه دارم. آقا آزاد، با استاد ملکه چی وقت لباس عروسی میگیرین؟ ما میخوایم همراهتان بیایم. درست است. بعد از شاش As novelas bugaram misteriosamente. پشت تو هم میایم میبرمت. تشکر آقا آزاد. شما مثل خانوادیم هستین. مثلش ها؟ ما خانواده هستیم. تو هم یک عضو از خانواده ما هستی. این را هیچ وقت فراموش نکن. درست است؟ برو دیگه جانم. روز خوش. خداحافظ. امروز ملکه میایه یا نه؟ سمه با دخترم گفتی که حتما بیایه. گفتن نتانستم. توی کار کده نمیتونی مانع شوی که همراه دخترم گپ نزنم. بیبی سمه مرگ من نزدیک است. باید کل چیز با دخترم بگویم. سمه ملکه همراه آزاد عروسی میکنه جانم. فعلا یگانه کاره که باید مانع شویم امی است. زحمات را که به خاطر نجات دادن او از این جهنم انجام دادیم به خاک یکسان میشه. چی وقت عروسی میکنن؟ نمیفهمم. همه گفت که شما باید باشین. گفت که باید بیاین. سمه برو. خواهش میکنم او را در بهترین روز زندگیش تنها نمان. او دختر ماست، بالای ما حق داره. تو دیوانه شدی جانان؟ من میرم اما با تبریکیشان نمیرم. میرم تا مانع این نکاح شوم. دوران شفا باشه. تشکر میکنم. زنده باشی. درد داره یا نه؟ حال خود درد نمیکنه اما وقت تکان بخوره بسیار شدید درد میکنه. دکتر چیز گفت یادر؟ چیز نگفت، فقط همی که باید چند وقت استراحت کنم و نباید زیاد حرکت بتومش. منتظر هستم دیگه. ایروان خوب میشه. مشتری های ما هر دقیقه زنگ میزنن که منتظر اعمال خود هستیم. از یک طرف دستم درد داره. من نمیفهم چی کار کنم آزاد. درست است، تو تشویش نکن. زنده باشی. ما به جایت میرم. دیگه چی کنیم؟ بیا زود، تو بسیار خسته شدی. به استراحت ضرورت داری. خب دیگه ما میرم. تشکر. من نمیخواستم مزاحمت شوم اما میبخشی آزاد. مهم نیست، راحت باش. امی اموال روان میکنی؟ بله همینا هستن. شاید چند دقیقه بعد خلاص شون. خوب است. خب دوران بیا در یک چای بخوای که با هم یک جا بنوشه. دختر مقبول پشت پنجره استاد شده، منتظر مشقی خود است. یک قسم نگو فاطمه خاله. بیا زیاد هیجانی هستم. آمد. آزاد آمد. من میرم. خداحافظ دخترم. خداحافظ.
دوران کاش که ملکه عاشق تو می بود که امرای تو عروسی میکرد. خب اول کجا میریم؟ فهرست کارا پیش مسائل اینا را برات میگم. برنامه این قسم است که اول به شفاخانه میریم به خاطر معاینات خون، بعد از او به عکاسی رفته و عکس میگیریم، بعد از او دوباره به شفاخانه میریم نتیجه معاینات خون میگیریم، بعد از او دوباره به عکاسی رفته و عکس ها را میگیریم، بعد از او به محکمه به خاطر نکاح و در آخر به خرید لباس عروسی تو. به خریدن لباس عروسی ما گفتیم که فقط نکاح میکنیم، محفل بزرگ نمیگیریم. یعنی لباس عروسی شرط نیست. فرق نمیکنه ملکه، میخوایم تو را در لباس عروسی ببینم. این کارا باید تا شام خلاص شود. من امشب انتقالات دارم به عراق شمالی، از او خاطر نباید وقت از دست بده. اگر نری نمیشه. خب 2 روز از جانم مالا را تسلیم کردم میایم، بعد از او با هم نکاح میکنیم. لبروی تکشال نگی، لباس عروسی را تو میگیری اما ما بیشتر از تو هیجانی هستم، فقط که من میپوشم. بریم که دیر نشه. آزاد اگر ما داخل نرم بهتر است. ملکه تشویش نکن، هیچ کس همراه تو رویه بد نمیکنه. یعنی ما اجازه نمیتون. ما همراه هستم، تشویش نکن. بریم دیگه جانم، پایین شو. بفرمایین خانم. سلام مادر کنم. سلام، چی حال دارین؟ نوجین مادر، ما کارا را شروع کردیم. به خاطر که اجازه دادین تشکر میکنم. حالا به دیدن لباس عروسی میریم. اگر اجازه تان باشه زهرا را میبریم. پس من میرم که آماده شوم. برو جانم. ملکه بشینه. روزه تعیین کردین یا نه؟ بله، اگر نصیب باشه پس فردا. من فکر میکنی که امرای آزاد گزاره میتونی استاد؟ باور داری که نظر به قوانین قصر، نظر به خواست و نظر به رسم و رواج ما در اینجا زندگی کرده میتونی؟ عروس شدن در این قصر به این معناست که تمام رسم و رواج ما را از جان و دل قبول کنی.
ایره انجام داده میتونی استاد؟ آزاد رسم رواجه قانون بلا تغییر فکر نمیکنه. آزاد بچه همین قصر است. همینجا با قوانین ما بزرگ شده. امروز یک قسم فکر میکنه، باز فردا فکرش به سرش آمده دیگه چیز میگه. او وقت چی میکنی؟ با او مخالفت میکنی استاد؟ ما بالای آزاد باور دارم. آزاد هر گپی را که بگویه به همون عمل میکنه، مطمئن هستم. بله، ما آماده شدم. زهرا کجاست؟ ما دیگه میریم. نوش جانتان، نوش جانتان. روز بخیر. او فاطمه خوش آمدی. چی شده؟ نیک دوباره پس به کار کردن آمدی؟ چطور؟ این قسم یک گپ نیست آقا راشد. ما با دیدن الیف آمدیم، فکر کردم که اینجاست. خاله فاطمه، الیف صرفه میکرد کمی مریض است. واه واه واه، در خانه کسی است که متوجه الیف باشه و برش سوپ پخته کنه؟ برفین در خانه است، او برش آماده میکنه خاله. برفین گفتی؟ استاد ملکه، حالا کاملا مثل یک ملکه شده. زهرا راست میگه. بسیار مقبول شدی. چی میکنی؟ عکستا میگیرم جانم. حالا کارایم بیشتر سرعت میگیره. در آن طرف عکس تو سیل کده میرم. پس در این صورت میره میگیریم، درست است؟ بله، مقبول است. بسیار مقبول شده بود نه؟ یوسف، یوسف چطور هستی؟ خوب هستم. میفهمی استاد ملکه و آقا آزاد عروسی میکنن. حالا به خرید لباس عروسی استاد ملکه آمدیم، تو میخوایی ببینی؟ من باید به سنفرم درس بخونم. سلام ما برشان بگو. زهرا، با بردن تو آمدیم عزیزم. پیش از پیش تبریک باشه. زنده باشی. تشکر میکنم. خواهش میکنم. خب زهرا کجا گم شد؟ در بیرون امرای یوسف گپ میزد. بیا که ما بریم. درست است. بریم جان. نه خیر، من نمیخوایم امرای تو برم. چرا؟ او استاد مانع تو میشه همونطور نیست؟ او نمیخواه ما به هم دیگه برسیم نه؟ نه خیر، من خودم تو را نمیخوایم. تو برم دروغ گفتی، نمیخوایم بالای تو باور کنم، نمیخوایم امرای زندگی کنم. تمام این فکرای منفی را او استادت در ذهن تو جای داده.
توبه چی شدن این 2 نفر؟ نه زهرا و نه یوسف اینجا دیده میشن. کدام جای نرفته باشن؟ زهرا بیخبر هیچ جایی نمیره. کمک! زهرا تو چی میکنی؟ من مادر تو هستم زهرا. به خاطر نجات یافتن از من کمک میخوایی؟ زهرا فرار نکن، استاد باش. زهرا استاد باش. زهرا تو خوب هستی؟ زهرا چی شده؟ تو خوب هستی؟ او زن خوب تو ضرر نرسان؟ من از مادر خودم ترسیدم. گریه نکن جانم. نخواستم امرای او برم. تو کجاستی بچیم؟ مرا بسیار پریشان ساختی. از درسای تا عقب ماندی. با ما وعده داده بودی که بیشتر درس میخوانی. چی شده؟ برات کمک کنم؟ لازم نیست. بیازو نمیخوانم. یعنی چی که نمیخوانی؟ این امکان نداره. تو هیچ تشویش نکن. من خودم در درسا برات کمک میکنم. این مشکل حل میسازم. نه خیر. نمیخوایم. گفتم نمیخوانم. خب چرا بچیم؟ تو زیاد آرزو داشتی. میگفتی درس خواندن دوست دارم. حقایق دیدم. من باید متوجه خواهر و مادر خود باشم. درست است، اما درس خواندن مانع تو نمیشه. یعنی بعد از درس بسیار وقت داری. با من او وقت کافی نیست. من باید یک کار خوب انجام بدم. باید پول زیاد به دست بیارم. بار دیگه اینجا نمیام. آی چقدر مقبول میخواند. دی وقت دیگه کی آمد؟ خیریت از خاله فاطمه. فکر کنم الیف مریض است. خواستم برش کمی سوپ بیارم. برش بسیار خوب است. بفرمایید. تشویش نکن زهرا جان. درست از جانم گذشته نترس. بیبی همه چیز خوب میشه. درست است، نترس. تا دستگیری آسیا باید متوجه باشیم. زهرا جان تو هم برای چند وقت از قصر بیرون نشو. درست است جانم؟ زمین دو کف شد و او داخل شد. نه کسی دیده و نه شنیده نه خبر داره. به نظر من علی میفهمه که او کجاست. در این کار حتما دست داره. اگه او میفهمید حالا وقت از اینجا فرار میکرده. علی هنوزم در قصر از پیش خانوادش. شما ناخ بالای او شک میکنه. باز خواد دیده مادر که حق است یا نه حق. تا کاسیت دستگیر نشه قلبم راحت نمیشه. از اینکه به زهرا مشکل ایجاد کنه بسیار میترسم. نه ترس. به قصر داخل شده نمیتونه. به زهرام ضررش نمیرسه. اگه نری نمیشه؟ یعنی وقتی اینجا باشی بیشتر خدا با امن و راحت احساس میکنم. ما هم خدا بهتر احساس میکنم. فکر کنم جدا شدن نمیتونین. حقم دارین. آزاد اگه میشه حرکت کن. نه وقت نشه.
متوجه خود باش. تو هم به خوشی بری و به خوشی برگردی. خوب راننده، بیا که بریم. چطور هستی علی؟ جانت زیاد درد کرد؟ نه خیر کاکا، درد مهم نیست. یک بار از شر اینا خلاص شوم دیگه هیچ چیز مهم نیست. خلاص میشی بخیر، نجات پیدا میکنی. دروازه را باز کو که بریم. زنده باشین خاله فاطمه، بسیار مزه‌دار بود. نوش جان دخترم، اگه تو بخوایی بازم برات میارم دختر مقبولم. ای کمرم اوف. ای از همیال اجازه نمیته بلند شوم. ای که بعدن چی خواد کدام نمیفهمم. دایی ما درد کمر عادی نمی باشه. معلوم میشه که دوران حملت به مشکل سپری میشه. هیچ نپرسین. دو مرد در خانه، یک طفل، رسیدگی کردن مشکل است. تو تشویش نکو، ما برات کمک میکنم. غذا آماده است، آل خانه رم جارو میکنم. بعضی وقتا پیشت آمده کارتا من انجام میدم دخترم. در ضمن خاله فاطمه در داخل یک عالم لباسای اتو شده است. وقت نداشتم اتوشان کنم. اتوی اونا رو من میکنم. تو فقط بیشی و استراحت کو. درست است برفین جان؟ زنده باشین. ای پس ما کم استراحت میکنم. استراحت کو. تو خسته هستی. بخو دخترم. بخو جانم. آفرین نوش جانت. حدس بزن که امروز چی کردیم. بدون کمک 3 قدم برداشتم. تو را چی شده؟ صدایت خوب معلوم نمیشه. زیاد سوزش داره؟ درست است. ما همیارا به دواخانه رفته برای دوا میگیرم. فعلا باید قطع کنم. خدافظ. رستم کاکا فراموش نکنین که به دواخانه میریم. درست است سلیم میریم. نسخه ربط من میگیرم. نه خیر کاکا، خودم میگیرم. بعد از اون کم قدم میزنم یک جای دیگه میرم. شما رفته میتونین. درست است؟ بله، روز بخیر. میخواستم یک گزارش بدم. جزای ایره که دخترم به علیهم ساختی برات میتم.
توبه قد تعقیبش کردم آخران به خانه استاد ابراهیم آمد. باش خودم میشینم. متوجه باش. اینا رو بگی. بده. کاش که نمی آمدی. اگه کسی دیده باشه. نه خیر تشویش نگو، کسی ندیده. دست بده که این مرهمه به مال ما خوب شوی. حالا سونا. سونایی چی است؟ کم متوجه باش، حتما زیاد سوزش داره. سوزش میکنه؟ شفا باشه. بسیار تشکر علی. خواهش میکنم، اما تو هم کم متوجه باش، فهمیدی؟ سیری بیادر بیبی مهمان داریم. من نگفته بودم که با پاهای خود اینجا میام. اشتیای خوب. خوش آمدی یوسف بیادر، بیا بیشینه. ما میخوایم با شما باشم. استوار استاد شده، با فخر گپ بگو. تو قهرمانی یک مجادله بر حق میشی. اولادا و نواسایت از این کارت یاد میکنن. در بین ما خوش آمدی. اینجا چی گپ است؟ توبه توبه. سلام علیکم. علیکم سلام استاد ابراهیم، خوش آمدی. بفرمایین. چی می نوشین؟ چای، قهوه؟ نه خیر، زنده باشی. خواستم یک بار خبرت بگیرم. همگی از حال ما خبر است استاد ابراهیم. سر خود از زمین بلند کردن نمیتونیم، طرف مردم دیدن نمیتونیم. کسایی به شرمند که مفکوری غلط دارن. تو سرت پایین نگی. تو چی میگی استاد ابراهیم؟ بیگناه کی است؟ دختر ما. قسم گپ نزن که از این موضوع خبر نداری. خب چی گناه کرده؟ همراه علی که صحبت کرد گناهکار شد؟ به لیاز خدا در کدام کتاب نوشته است که گپ زدن همراه کسی اینقدر سزای بزرگ داره؟ همین رسم و رواج ما است، اما سونا کار خوب نکرد. چطور این گپ میگی که او آبروی ناموس خود برد، بدون گناه برش جزا دادی؟ یا که درباره دین ما هیچ اطلاعی نداری؟ 4 نفر شاهد داری که سونایی کار انجام داده؟ او متأهل بود، با کسی ملاقات کرد که شوهرش اجازه نمیداد. خب به خاطر این کار باید از بین بره؟ وجدانت قبول میکنه که حکم قتل یک بیگناه را صادر کنن آقا محمود؟
اینجا چی پس بیادر؟ هرگه بودم میتونه صدقه چون مرز است. مامان یالا میخواستم با تو زنگ بزنم. راست میگی؟ این به این معنا است که قلب هر دوی ما میتپه. اما تو راست. حتی یک جایی یعنی قلب ما اونجا پیش تو ماند. اما برشان بگو ما باید هرچی عاجل برگردم. بگو نامزدم منتظرم است. هیچ تشویش نکو تا پلک بزنی پیشت میایم جانم. ها ملکه، فعلا نوبت ما رسید. درست است؟ ما بعداً برات زنگ میزنم. شناسنامه تا. بفرمایید. در ضمن موتر پشت سر مربوط ما میشه. داخل موتر ببینین و رانندام خبر بتین. ما یک انتقالات داریم بیادر. داخل موتر چی است؟ قالین، گلیم، امی چیزا. کجا میرین؟ عراق شمالی. خب آزاد خان، شاید حالا دستگیر شده باشی ها؟ چند دقیقه بعد خبرت میرسه. کاملا سر وقت زنگ زدی. بفرما آزاد، چی شده؟ خبر خوش ندارم دوران. چرا؟ چی شده؟ درست است میگی. خدا لعنتت کنه احمق، خدا لعنتت کنه. وای 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 وای، دسترخوان ما آماده است. چقدر زحمت کشیدی عروس یک دانه. برفین خانم بیادرم آماده نساخته، خاله فاطمه آماده ساخته. راستش پدر جان، به خاطر که حامل هستم خاله فاطمه در کارا به من کمک کرد، یعنی با همدیگه آماده کردیم. خوب است زنده باشه. راست میگی، زنده باشه. آی خانم فاطمه بسیار لایق است. از هر انگشتش هنر میباره. به دکان آمده بود، کارهای ما پیش برد. بسیار کمکت، زنده باشه. نام خودش، نام خودش. پدر یک گپ براتان بگویم، کسی که خاله فاطمه را بگیره زندگیش خوب میشه. بسیار زن با استعداد است به خدا. برین دستایتان را بشوین، من براتان غذا میکشم. پدر؟ دستم میشه.
از کی است؟ ملک است؟ نه خیر، از طرف شرکت پیام آمده. با نظر ما وقتی اکسا را ببینن دلشان رحم آمده حتما میآین. بیبی فاطمه خاله حتی یک بارم جواب من نمیتن. ناوقت شده، شاید خوابیده باشن یا ندیده باشن دخترم. آزاد آزاد کجا هستین؟ تا حالا کجا رسیدین؟ هنوز از ترکیه بیرون نشدیم. راه بند بود. تایر پنچر شد. ماشین آب جوش کرد. حالا چی خواد شد؟ چیزی نه. ده گوشه توقف داده منتظر هستم. فهمیدم. انشالله جور شوه و به خیر برسین جانم. بعد از اگه جورم شوه سر وقت رسیدن نمیتونیم. شاید تا پس فردا اونجا رسیده بتونیم. پس چی خواد شد؟ یعنی پس فردا روز نکای ما هست؟ امکان نداره به مراسم نکاح برسم ملکه. چند روز بعد تعویق میندازیم. ما باز میکنم. درست است، به تعویق مندازیم. خب تو چی وقت برمیگردی آزاد؟ ها راستش هر لحظه آمدم میتونم. آزاد بعد از به خدا تو چه قسم آمدی؟ بچیم برو اونجا بشی. راستش هیچ نرفتیم. در مرز کار جریان داشت. باز مجبور شدیم برگردیم. راستش چی دروغ بگویم؟ من خوش شدم. به تشویش تو بودم آزاد. گوش کو جانم ملکه. یک مژده دگام دارم. یعنی تحفه عروسی. اما قسم یک چیز. تشکر میکنم. اما از ای که خواستی اینجا زندگی کنیم، باز مام نخواستم دیگه کرایه نشین باشیم. خانه را ازش خریدم. چوکی های داخل خانه رام بیرون بیار. مادر؟ دخترم یک دانیم. چطور هستی؟ خوب هستی؟ خوب هستم مادر، شما چطور هستین؟ خوب هستم. مسافرت چطور گذشت؟ خوب گذشت مادر جان. دوران کجا زن؟ ده اتاقش است. تشویش نکو، امروز که سپری شد دیگه خلاص است.
بفرمای نوجین مادر. آماده شدی آزاد بچیم؟ بله مادر کلان تقریبا. نوجین مادر، یک قسم مثل عمل شد اما شما هم گپ من رد نکردین، اجازه دادین. ما با عروسیت مخالفت نکردم، درست است، اما هنوز قبولم نکردیم. اگه ملکه خانم اصلی تو باشه بازم عروسی ای قصر شده نمیتونه هیچ وقت. او عروس کرمانی ها حساب نمیشه. در مجالس خانوادگی ما اشتراک کردن نمیتونه. اما مادر کلان، تو گفتنی های خود گفتی و ما هم شنیدم آزاد. حالم تو به گپای ما گوش میدی. از ترس ای که تو با گپ مخالفت کرده عروسی کنی اجازه دادم، اما من هرگز راضی نیستم. نگوین که خان شدن کرمانی ها را کسی قبول نمیکنه. گاه به دوران، گاهی هم با آزادی پیشنهاده میکنن که خان کرمانی ها شون. اجازه دادم تا عزت ما خدشه‌دار نشه، مردم گپ نزنن. به این خاطر خاموش شدم. گپ ما آل فهمیدی؟ ایره بفهم. قدم های بدیت نظر به همی بان. در هر مجلس خانم خدا در مقابل ما آورده، ما را هر وقت شرمنده نساز آزاد. بیادر دجله، من اومدم بیادر جان. خوش آمدی. باش که تو را خوب ببینم. کمه چاق شدی دجله، اما مقبول معلوم میشی خواهر. اما تو نیست علی؟ راست میگی بیادر، مقبول شده. نزدیک ما بیا خارج. خوش آمدی. ما چطور معلوم میشم؟ بسیار جذاب شدن بیادر. هنوز نکتایی مانده. ایره که بپوشم دگام جذابتر میشم. اگه با چیزی ضرورت داشتین برام خبر بدین. من میرم جانان. همراه ملکه گپ زده، عقلش دوباره با سرش میارم. این عروسی نباید شوه. نکن سمی، اجازه بده ای بار دختر ما خوشبخت شوه. میخوای اجازه بتم در بین این مردم او ای خاک زندگی کنه خانم؟ تمام زحمات ما از بین بره؟ ما بنا حق تلاش کردیم سمی. تو نمیتونی جلوه طوفانه بگیری. اجازه بده خوشبخت شوه. میخواید با آزاد عروسی کرده می خاک زندگی کنه؟ او هم در پلوی دخترش که ازش پنهان کرده بودیم. دیگه پنهان نمی کنیم سمی. ملکه به دختر خود میرسه، با معشوق خود عروسی کرده خوشبخت میشه. نخیر، ما اصلا اجازه نمیتم. جانان چی شده؟ دکتر، پرستار، زود بیاین، عجله کنین. تشویش نکن جانان، تو تشویش نکن، من هستم.
بفرمایین بیاین. من اشتها ندارم. برای شما اشتهای خوب میخوایم. بچیم تو بیا. مادر اشتهای غذا خوردن ندارم. وضعیت ما رو بیبی. بچیم شما صبح تا حال هیچ چیز نخوردین. دیروز استاد ابراهیم آمد گفت که ناحق بالای سونا تهمت میکنن. گفت که دختر هیچ گناهی نداره. گفت کشتن انسان گناه بزرگ است. استاد راست گفته. دختر من هیچ کدام گناهی نکده. خواهش میکنم ظلم نکنین در حقش. باز مرا تنها میمانی نموتو نیست. اما ای بار بردان اجازه نمیدم که امانه خوشبختی ما شوید. آزاد آمد اما تا هنوز موتر گل نزده. من نخواستم فاطمه خاله، لازم نیست. تو چرا این کار میکنی ملکه؟ در موتر عروس میشینه. من میرم یک تکه گل دارم میارم. حداقل 6 بسته میکنیم. فاطمه خاله، ما در موتر هستم. درست سال میایم. بسیار وقت آمدی. حتی دیر کردم. دوران؟ صبر کنین آمدم. دوران تو چی میکنی؟ دیوانه شدی؟ موتر استاد کو. نمیکنم ملکه. نمیتونم. در گوش 6 عروسی تو آزاده دیده نمیتونم. مادر، من میرم که ملکه را بیارم. درست است. رستم، موتر ما کجا؟ سوال شستنش خلاص نشده؟ شستیم، پاک و ستره‌ای ساختیم، اما او را دوران خان برد. توبه. فکر کردم خبر دارین، اما او هم چیزی نگفت. حتما او را به گل زدن برده. خوب است. او موتر مرا گرفت، اما موتر او را میبرم. کلید شبته. بفرمایید خان. زنده باشی.
دوران لطفاً این کار نکو. لطفاً موتر استاد کو. میخوای ما را از بین ببری؟ اگه همراه ما بمیری چی میشه؟ ها؟ نمیمیری؟ همراه ما زندگی نکدی، حداقل بمیر. دوران لطفاً استاد کو. گفتم استاد کو. بیبی درست است. اگر تو را جگر خون ساختیم ازت معذرت میخوایم، اما همیشه حقیقت برات گفتیم، هیچ وقت دروغ نگفتیم. ما همیشه عاشق آزاد بودیم. با اندازه ما عاشق هستی؟ ها؟ با اندازه که دوستت دارم دوستش داری؟ نداری ملکه، چون ما تو را تا حد مرگ دوست دارم. دوران این کار نکو. استاد کو. استاد کو.